به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. بعد چندین ماه که وقت در تولید پادکست افتاد، از امروز میخوایم شروع کنیم و کتاب‌های جدیدی رو بخونیم و با همدیگه کتاب‌های جدیدی رو کشف کنیم. این چند ماه بالا پایین زیادی در زندگی همه ما اتفاق افتاد که دست خودمون نبود و یا اینکه قراره که به دست ما سرنوشت جدیدی رقم بخوره. ما در دنیای قدم گذاشتیم که خودمون در عالم زر انتخاب کردیم در این موقعیت جغرافیایی در جهان زندگی کنیم و خب این موقعیت جغرافیایی خالی از نوسانات پرپیچ و خم و کوسینوسی و سینوسی نیست. امیدوارم که دست تاریکی دلمون رو لمس نکنه و آرامشی ورای تصور برای همه شما آرزو میکنم. با توجه به آنچه که ستاره ها و سیاره ها بهمون میگن، جولای و آگست پر نوسانی رو خواهیم داشت. برای همین از فرصت ژوئن استفاده میکنیم و با همدیگه اولین کتاب پادکست رو کلید میزنیم. لطفاً با من همراه باشید تا کتاب زیبای سقوط قسطنطنیه رو با همدیگه کشفش کنیم. مشخصات کتاب: سقوط قسطنطنیه، عنوان دیگرش جنگ دریایی لپاند. موضوعش داستان تاریخی و تاریخ جهان هستش. نویسنده میکا والتاری و مترجم ذبیح الله منصوری. انتشارات نشر تاب در سال 1399 این کتاب رو چاپ کردن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو با هم ورق بزنیم. نیاز هستش که کتاب رو با مقدمه شروع کنیم، چون که مقدمه این کتاب شرح ماوقع این کتاب رو توضیح داده. کشور فنلاند واقع در شمال اروپا که بنابر نوشته جغرافیای طبیعی و اقتصادی انگلستان و طبق آخرین آمار 4,730,000 نفر جمعیت دارد. غیر از دانشگاه هلسینکی در پایتخت کشور دارای 12 مدرسه علمی و صنعتی عالی است که پایه تحصیلات در هر یک از آنها معادل دانشگاه است. در این کشور کم جمعیت محققان ادبی و نویسندگان برجسته‌ای به سر میبرند که آثار آنها تا امروز در میهن ما انعکاس نداشته است. و شاید خوانندگان حیرت کنند اگر بشنوند یکی از محققان ادبی این کشور سردسیر شمال اروپا به اسم پروفسور هولما، استاد دانشگاه هلسینکی، تحقیقی راجع به حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله کرده که 35 سال قبل به ترجمه این بیمقدار در شماره‌های متوالی روزنامه یومیه کوشش چاپ تهران منتشر شد و یکی از فضلای کشور ما در همان موقع آن تحقیق را اساس یک سخنرانی راجع به پیغمبر با عظمت اسلام قرار داد و سخنرانی او خیلی جلب توجه کرد. یکی دیگر از ادبای معاصر فنلاند میکا والتاری است که کتاب‌های تاریخیش به تمام زبان‌های اروپایی و امریکایی ترجمه شده و اینک در این کتاب سقوط قسطنطنیه به هنر نویسندگی او پی میبریم. زبان مردم فنلاند زبان فنلاندی است و قسمتی از آنها به زبان سوئدی تکلم می‌کنند و می‌نویسند و میکا والتاری کتاب‌های خود را به زبان فنلاندی نوشته که من به کلی از آن بی اطلاع هستم و این کتاب را از متن انگلیسی ترجمه کردم. هر کس ولو به طور اجمالی از تاریخ دنیا اطلاع داشته باشد می‌داند که غلبه سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی بر قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم صغیر یا روم شرقی در سال 856 هجری قمری مطابق با سال 1453 میلادی که سبب انقراض حکومت روم صغیر شد، یکی از وقایع برجسته جهان بود
و آنقدر تأثیر سیاسی و اقتصادی و علمی به وجود آورد که مورخان مغرب زمین به اتفاق سقوط قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح را در تاریخ جهان پایان دوره قرون وسطی و آغاز عصر جدید دانستند. هر که قدری در تاریخ مطالعه دارد می‌داند روزی که سلطان محمد فاتح بر قسطنطنیه غلبه کرد و حکومت امپراتوری روم صغیر را مضمحل نمود، امپراتوری روم صغیر یا روم شرقی دیگر از لحاظ وسعت، ثروت و قدرت امپراتوری قدیم نبود و تمام کشورهایی که امپراتوری روم صغیر یا بیزانس و به قول مورخان عرب بوزنطیه را تشکیل میداد از آن جدا شد و برای امپراتوری روم صغیر جز پایتخت یعنی قسطنطنیه و حومه آن باقی نماند. و اگر امپراتوری روم صغیر دارای قدرت گذشته بود، سلطان محمد پادشاه عثمانی نمیتوانست بر آن غلبه کند. معاهازا سلطه سلطان محمد فاتح بر پایتخت امپراتوری روم صغیر از وقایع برجسته و تعیین کننده جهان می باشد و همه می دانند که مبدأ عصر جدید در تاریخ دنیا شده است. در گذشته راجع به جنگ قسطنطنیه که منتهی به پیروزی سلطان محمد فاتح شد آثاری به زبان فارسی منتشر شده، اما در هیچ یک از آنها علل شکست خوردن مدافعان قسطنطنیه و غلبه سلطان محمد فاتح با روشنی و استدلال صریح این کتاب به چشم نمی رسد و خواننده این کتاب بی ابهام و بدون معطل ماندن در پیچ و خم توضیحات نارسا به خوبی می‌فهمد که این واقعه بزرگ تاریخی به چه علل به وجود آمد و به کجا منتهی شد. میکا والتاری وقایع کتاب را به قلم مردی به اسم آنجلوس که در پایان کتاب هویت اصلی وی آشکار می شود بیان می نماید و بر نویسنده فنلاندی نباید ایراد گرفت که در بعضی از صفحات کتاب تزیین ادبی را وارد متن تاریخی می کند. چون این نویسنده بنیاد تاریخ خود را بر این اصل استوار کرده که خواننده از خواندن تاریخ خسته نشود. نکته‌ای راجع به پایان کتاب سقوط قسطنطنیه به نظرم میرسد که فکر میکنم بهتر آن است که به نظر خواننده برسانم و امیدوارم مقدمه‌ای که قبل از خود این نکته در اینجا می نویسم حمله بر خودپسندی من نشود و افرادی محدود که از فرصتی که برای خود آنها مقتضی است استفاده می کنند تا ناسزایی نثار من نمایند یا یک بهتان ناحق به من بزنند. مرا به سبب این مقدمه آماج سهام ناسزا یا بهتان قرار ندهند و آن مقدمه این است که من در همه عمر یک میرزا بنویس بودم و امروز هم حرفه من میرزا بنویسی به شکل ترجمه آثار دیگران به زبان فارسی. در این حرفه چند آزمایش به دست آوردم و یکی از تجربه ها که در این حرفه عاید من شده و این است نکته‌ای که بایستی به اطلاع خواننده برسد. این می باشد که هر نویسنده ولو مبتدی می تواند یک اثر ادبی را شروع به نوشتن کند و تا مدتی هم با استفاده از نیروی اندیشه نوشتن آن را ادامه بدهد. اما اگر هنرمند نباشد نمی تواند اثر خود را طوری به انتها برساند که در خواننده تأثیر عمیق نماید و به خصوص در داستان نویسی این پدیده طبق تجربه من چون یک قانون نویسندگی است و انتظار ندارم دیگران این آزمایش مرا یکی از قوانین نویسندگی بدانند، ولی خود من در داستان نویسی آن را یک قانون می‌دانم و تجربه به من آموخته که نویسنده داستان اگر با هنر نباشد نمی‌تواند اثر خود را طوری ختم کند که خواننده را تحت تأثیر قرار بدهد تا چه رسد به اینکه نتیجه داستان او در ضمیر خواننده تکان دهنده باشد. نویسنده‌ای که تاریخ می‌نویسد
مثل نویسنده داستان برای خاتمه دادن به سرگذشت به علت مذکور در فوق در محظور نیست، زیرا نتیجه تمام وقایع تاریخی گذشته قبل از اینکه خواننده کتاب تاریخ را برای خواندن بگشاید بر او معلوم است. ولی این کتاب که اینک در دست خواننده می باشد، چون دارای تزیینات ادبی است، خواننده را از لحاظ پی بردن به نتیجه در گذشته متوقف می کند و تصدیق باید کرد که میکا والتاری فنلاندی توقع خواننده را شاید بیش از آنچه خود خواننده انتظار داشت برمی آورد و سرگذشت را طوری به انتها می رساند که نه فقط در خواننده مؤثر واقع می شود، بلکه شاید بعضی از خوانندگان را تکان می دهد و آنها کتابی را که خوانده اند فراموش نمی نمایند. برای اینکه راجع به نظریه مترجم سوء تفاهم به وجود نیاید، می گویم که من راجع به ماهیت فاجعه آخر کتاب نظریه‌ای ابراز نمی کنم و به مترجم نمی رسد که راجع به محتوای اخلاقی یا حقوقی کتابی که ترجمه می کند اظهار نظر بنماید. و این قضاوت اگر باید بشود بر عهده نویسنده کتاب یا خوانندگان است و من فقط می خواهم هنر نویسندگی مؤلف کتاب سقوط قسطنطنیه را برای خوانندگان موجه کنم تا دریابند که نویسنده فنلاندی توانسته سرگذشت را طوری به اتمام برساند که از خاطر خواننده فراموش نشود یا لااقل تا چندی در خاطرش بماند و من به ندرت کتابی را برای خواندن یا ترجمه به دست گرفتم که هرگز نویسنده‌اش توانسته باشد کتاب را اگر داستان است طوری تمام کند که برای خواننده فراموش نشدنی باشد و این خصوصیت در کتاب سقوط قسطنطنیه هست. جنگ دریایی لپاند، کتابی که اینک در دست خواننده می باشد یک کتاب مضاعف، یعنی دو کتاب است. یکی کتاب سقوط قسطنطنیه و دیگری کتاب جنگ دریایی لپاند که حجم آن کمتر از کتاب اول است. در مقدمه کوتاه که در آغاز جنگ دریایی لپاند به نظر خواننده می رسد نوشته شده که چرا انتشار تاریخ جنگ دریایی لپاند مدتی طولانی به تأخیر افتاد. ترجمه تاریخ این جنگ که نویسنده آن پل شاک فرانسوی است و مطالب دیگر مربوط به دریاپیمایی ناشی از علاقه است که من به دریاپیمایی و سایر بحث‌های مربوط به دریا داشتم. چون آرزوی من در آغاز عمر این بود که دریاپیما بشوم، لکن سرنوشت برای من حرفه‌ای دیگر در نظر گرفته بود. در آغاز عمر به سبب اینکه علاقه به دریاپیمایی داشتم به دیگران میگفتم که میهن ما ایران باید دارای یک نیروی دریایی قوی شود و واکنش مخاطب یا مخاطبان من همواره مصداق این شعر از سعدی بود: نظر کردن عاقل اندر سفیه. چون در ایران نه فقط افراد عادی بلکه روشنفکران ما هم به مفهوم دارا شدن یک نیروی دریایی قوی پی نمی بردن و من متعجب بودم که چرا ملتی که از شمال و جنوب در ساحل دریا زیست می نماید و از دریای جنوبی به تمام دریاهای جهان راه دارد نسبت به دریاپیمایی که برای سایر ملل دریایی سرچشمه ثروت و قدرت شده بی‌اعتنا می باشد. هنوز هواپیمای بازرگانی به وجود نیامده بود. جوانی و نداشتن تجربه مانع از این بود که بفهمم صحبت از دریاپیمایی کردن و لزوم ایجاد یک نیروی دریایی قوی از طرف کسی که به اصطلاح هنوز از دهانش بوی شیر استشمام می شود در سامعه کسانی که دریا و دریاپیمایی حتی در عالم اندیشه به مخیله آنها راه پیدا نمی کند چقدر بی مناسبت و بی مورد ولی مزاحم جلوه می نماید. و پس از اینکه سالی چند بر من گذشت و قدری تجربه آموختم فهمیدم که من با مطرح کردن بحث دریاپیمایی در نظر مردم دیوانه جلوه می نمایم بی آنکه دیوانه‌ای بی آزار باشم. زیرا آنچه من راجع به دریاپیمایی می گفتم تولید مزاحمت می کرد. این بود که دم فرو بستم، اما اگر موفق می شدم نوشته‌ای راجع به دریاپیمایی و به تبعیت آن
جنگ‌های دریایی به دست بیاورم می‌خواندم و نکات اصلی آن را به خاطر می‌سپردم. شرح جنگ دریایی لپان که در این کتاب از نظر خوانندگان می‌گذرد یکی از آن نوشته‌هاست که به دستم رسید و با اینکه آن را ترجمه نمودم به دلیلی که در مقدمه جنگ دریایی نوشتم نمی‌خواستم آن را به شکل کتاب منتشر کنم. به طوری که در متن جنگ دریایی لپان می‌خوانیم سلاح پیکار در آن جنگ یک نوع کشتی جنگی بوده به اسم گالر که بادبان داشت، اما در راهپیمایی‌های ضرب‌العجلی و در جنگ با پارو حرکت می‌کرد و پاروزنان را بیشتر از بین اسیران جنگی و بردگان انتخاب می‌نمودند. پولشاک نویسنده فرانسوی تاریخ جنگ لپان به طوری که در متن می‌خوانیم شرحی راجع به سختی زندگانی کسانی که در گالر پارو می‌زدند نوشت، اما وضع زندگی پاروزنان دشوارتر از آن بود. پس از اینکه یک پای اسیر جنگی را در گالر مقید به زنجیر می‌کردند و او را پشت پارو می‌نشاندند، دیگر زنجیر از پای آن مرد گشوده نمی‌شد. حتی برای حوائج طبیعی و تمام پاروزنان که اسیر جنگی یا برده بودند، حوائج طبیعی خود را در همان موضع که محل جلوس و کار کردن آنها به شمار می‌آمد دفن می‌کردند و یک جوی آب که از دریا می‌آمد از زیر پای پاروزنان می‌گذشت و به دریا می‌رفت. این موضوع یکی از سختی‌های متعدد زندگی پاروزنان در گالر بود و به طور کلی زنجیر اسیر جنگی یا برده از روزی که در گالر پشت پارو نشانیده میشد باز نمیگردید مگر پس از مرگ وی که زنجیر را میگشودند و جسد مرده را به دریا میانداختند. در زبان انگلیسی کلمه کنویکت بر وزن خوشریخت یعنی پاروزن گالر ضرب‌المثل شد برای کسی که دارای سخت‌ترین زندگی است و در زبان فرانسوی هم کلمه گالریان یعنی پاروزن گالر بر کسی اطلاق کردید که سختی زندگیش به منتهای درجه رسیده است. خواندن شرح جنگ دریایی لپان این فایده را دارد که اطلاعاتی راجع به قسمتی از تاریخ دنیا که تا امروز در زبان فارسی انعکاس نداشته به خواننده می‌دهد و ممکن است بعضی افراد را که ذوق مساعد داشته باشند تشویق نماید در مورد دریاپیمایی و جنگ‌های دریایی مطالعه یا تحقیق کنند. مترجم ذبیح الله منصوری. فصل اول. من متهم به قتل پدرم شدم. اولین بار که زن را دیدم و با او صحبت کردم روز 12 ماه دسامبر سال 1452 میلادی بود. من مردی 40 ساله هستم و قبل از این دیدار فکر می کردم که مرحله جوانی من گذشته و وارد دوره کهولت شدم و دیگر هیچ چیز مرا متزلزل نخواهد کرد. من مردی هستم که حوادث دشوار بر من گذشته و آزمایش‌های زیاد تحصیل کردم و به دفعات خود را در کام مرگ دیدم و نجات یافتم. و چند مرتبه خداوند با من صحبت کرد. یعنی کلام او را با گوش باطنی شنیدم و چند مرتبه فرشتگان آسمانی خود را به من نشان دادند. من او را در شهر قسطنطنیه نزدیک کلیسای ایا صوفیه دیدم و هنگامی وی را مشاهده کردم که مراسم مذهبی در کلیسا به اتمام رسیده و کاردینال پیشوای روحانی شهر درون کلیسا به 2 زبان یونانی و لاتینی گفت که بعد از این کلیسای یونانی و کلیسای لاتینی یک کلیسا را تشکیل خواهد داد و اختلاف کلیسای قسطنطنیه و کلیسای پاپ از بین خواهد رفت. وقتی پیشوای روحانی در ایا صوفیه گفت که بعد از این 2 کلیسا یکی خواهد شد، یعنی مذهب یونانیان و مذهب لاتینی ها متحد خواهد گردید، بعضی از مردها که در کلیسا بودند از فرط خجالت و اندوه دست را روی صورت گرفتند و برخی از زنها نالیدند.
زیرا یونانیان یعنی سکنه شهر قسطنطنیه و کشور یونان نمی توانستند مذهب آبا و اجدادی را از دست بدهند. من قبل از اینکه زن را ببینم درون کلیسا بودم و مثل دیگران اظهارات پیشوای روحانی را میشنیدم و هنگامی که او گفت بعد از این دو کلیسای یونانی و لاتینی یکی خواهد شد، من به یکی از ستونهای کلیسای ایا صوفیه تکیه داده بودم و در همان موقع دست را بر ستون مالیدم و با اینکه فصل زمستان بود و هوا در خارج برودت داشت، حس کردم ستون سنگی ایا صوفیه نیز از فرط خجالت عرق کرده و مرطوب شده است. زیرا آن ستون هم که بنای با عظمت کلیسا را بر دوش داشت نمیتوانست تحمل کند که مذهب ارتدوکس یونان از بین برود و جزء مذهب کاتولیکی ها شود. بعد از خاتمه مراسم مذهبی و اعلام اینکه بعد از این دو کلیسا یکی خواهد شد، کسانی که در کلیسا بودند طبق رسوم و تشریفاتی که چندین قرن است ادامه دارد از کلیسا خارج شدند و پیشاپیش آنها امپراتور ما قسطنطنین حرکت میکرد و آن مرد بلند قامت با جامه ارغوانی و موهای سفید و دیهیم زرین مرصع که بر سر گذاشته بود بسیار شکوه داشت و در عقب او رجال درباری و سناتورها هر صنف با جامه مخصوص تشریفات حرکت می‌کردند و در طرف راست امپراتور ما صدر اعظم می‌آمد و امپراتور و درباری‌ها بعد از خروج کلیسا به طرف کاخ سلطنتی رفتند و بعد نوبت خروج بانوان از ایا صوفیه رسید. من می‌دانستم خانم‌های مذکور مثل مردهایی که جزء مصادر رسمی هستند از بانوان برجسته مملکت به شمار می‌آیند. هنگامی که آنها می‌خواستند از کلیسا خارج شوند، من از آنجا قدم بیرون نهادم و متوجه شدم امپراتور و درباری‌ها رفتند، ولی هنوز عده‌ای از سناتورها مقابل کلیسا ایستاده و منتظر وسایل نقلیه خود میباشند. یک مرتبه از بین رجال و مصادر رسمی یک مرد بلند قامت که من فوری او را شناختم و دانستم که فرمانده کل نیروی دریایی امپراتوری یونان است، دست بلند نمود و اشاره کرد مردم سکوت کنند و همهمه مردم در یک لحظه خاموش شد و من مثل دیگران چشم به فرمانده کل نیروی دریایی دوخته بودم که بشنوم چه میگوید. فرمانده نیروی دریایی با صدای بلند گفت: امروز در این کلیسای مقدس و بزرگ اعلامیه‌ای خوانده شد که به موجب آن مذهب 1400 ساله ما را فدای مذهب لاتینی ها کردند و ما را چون گوسفند به پاپ فروختند. ولی من که مثل شما یونانی هستم میگویم ما زیر بار حکومت و دیانت پاپ نمی رویم و برای ما حکومت ترک ها بهتر از حکومت پاپ است. بعد از اینکه صحبت فرمانده نیروی دریایی تمام شد، کشیش‌هایی که اطراف وی بودند صلیب‌های خود را بلند کردند و به فرمانده نیروی دریایی آفرین گفتند و آن مرد دوباره دست را بلند نمود و اشاره کرد مردم ساکت شوند و پس از اینکه سکوت برقرار گردید با صدای رسا گفت: برای ما یونانیان عمامه ترک‌ها بهتر از تاج سلطنت پاپ می باشد. وقتی مردم این کلام را شنیدند طوری فریاد زدند که پنداری ایا صوفیه لرزید و با آن فریاد گفته فرمانده کل نیروی دریایی را تصدیق کردند. ولی من و همه کسانی که در آنجا بودند و گفته فرمانده کل نیروی دریایی را شنیدند فهمیدند که آن مرد خواهان تسلط ترکان نیست، زیرا محال است یک یونانی حاضر به قبول سلطه بیگانه شود تا چه رسد به سلطه ترک‌ها. ولی فرمانده نیروی دریایی که وطن و مذهب خود را دوست می‌داشت می‌گفت اگر روزی ملت یونان مجبور شود مذهب خود را از دست بدهد، ترجیح می‌دهد زیر سلطه ترک‌ها برود ولی دیانت و حکومت پاپ را نپذیرد. مخالفت فرمانده نیروی دریایی با وحدت دو مذهب یونانی و لاتینی به ظاهر یاغیگری علیه حکومت محسوب می‌شد، ولی در معنی اینطور نبود، زیرا قسطنطنین امپراتور یونان هم که آن روز در کلیسا حاضر شد و با حضور او اعلامیه مربوط به وحدت دو مذهب را خواندند،
و او اعلامیه مزبور را امضا کرد نیز یک یونانی به شمار می آمد و نمی توانست مذهب خود را از دست بدهد و همه این موضوع را می دانستند. لکن امپراتور یونان دچار محصور شده بود و برای جلوگیری از ترک‌ها احتیاج به کمک مؤثر پاپ داشت و پاپ هم فرصت را مغتنم شمرد و کمک خود و به خصوص اعزام نیروی دریایی خویش را برای مساعدت به نیروی دریایی قسطنطنیه موکول به وحدت دو مذهب کرد. و با اینکه یونانی‌ها می‌دانستند امپراتور آنها در مضیقه قرار گرفته و برای جلوگیری از ترک‌ها مجبور شده شرط پاپ را بپذیرد، معاذا آن روز وقتی امپراتور رفت، عده‌ای از مردم عقب او به راه افتادند و کلماتی را بر زبان آوردند که در قاموس بشری درشتر و ناهنجارتر و خطرناکتر از آنها وجود ندارد، به خصوص اگر مخاطب یک زمامدار باشد، و گفتند لعنت بر تو ای کافر، لعنت بر تو ای کافر. تازه همه مردم بعد از گفته فرمانده کل نیروی دریایی ساکت شده بود که من او را دیدم. معلوم بود که او جزء خانم‌هایی به شمار می آمد که در کلیسا حضور داشتند و از آنجا خارج شده که به منزل برگردد، ولی بر اثر ازدحام جمعیت وسیله نقلیه خود را گم کرده است. و آن زن به رسم خانم‌های اشراف قسطنطنیه یک تور نازک روی صورت داشت که از بینی او پایین‌تر نمی آمد و لب‌ها و زنخ او دیده می شد. و اگر آن تور تمام صورت او را می پوشانید، باز چیزی از صورتش را پنهان نمی کرد. زیرا من چشمهای او را طوری می دیدم که گویی تور بر صورت ندارد. چون بین ما بیش از 2 قدم فاصله نبود، من می توانستم قامت او را با قامت خودم بسنجم و می دیدم که همقد هستیم، ولی چیزی که بیش از همه مورد توجه من قرار می گرفت چشمهای خرمایی او بود. من خوب حس می کردم که آن چشمها را در زندگی گذشته و شاید در خوابهایی که دیدم مشاهده کردم، زیرا بعضی از خوابها آنقدر تکرار می شود که انسان با قیافه هایی که در رویا می بیند آشنایی کامل به هم می رساند. زنها وقتی به صورت مرد نگاه می کنند یا از روی غرور به مرد نظر می اندازند یا از روی تمایل، ولی در نگاه او نه اثر نخوت دیده می شد و نه تمایل، بلکه نگاه وی نشان می داد که از دیدن من حیرت کرده است و آنگاه تبسم نمود. وقتی آن تبسم را دیدم، خود را مثل یکی از راهبانی می دیدم که 10 سال در صومعه کوه آتوس عبادت می کنند و ریاضت می کشند و بعد نور خدا را می بینند. من هم در چشمها و تبسم آن زن نور خدا دیدم. نگاه من و او بیش از 1 یا 2 لحظه با هم تقاطع نکرد و حیرت و تبسم وی نیز بیش از 1-2 لحظه طول نکشید. و گفتم میدانم که شما وسیله نقلیه و همراهان خود را گم کرده اید، ولی بیم نداشته باشید، زیرا من شما را به منزل پدرتان میرسانم. در قسطنطنیه زنهای شوهردار یک روبان 2 رنگ به کلاه خود دست می‌نمایند، ولی دوشیزگانی که شوهر نکردند آن روبان را ندارند و من چون روبان مذکور را بر کلاه آن زن ندیدم، فهمیدم که دوشیزه و بدون همسر می باشد. به همین جهت گفتم شما را به منزل پدرتان میرسانم. و زن بعد از شنیدن حرف من نفسی عمیق کشید و آنگاه مثل کسی که از سؤال خود قصد تحقیق دارد پرسید آیا شما لاتینی هستید؟ گفتم اگر شما از لاتینی ها نفرت نداشته باشید میتوانم بگویم که من لاتینی هستم. آن وقت باز نگاه ما به هم افتاد. در حالی که نظر به چشم‌های یکدیگر دوخته بودیم، می‌فهمیدیم که هر دو می‌دانیم در گذشته هم را دیده‌ایم، بدون اینکه کشف کنیم در کجا آن ملاقات روی داده است. زن زودتر از من توانست خونسردی خود را احراز کند، زیرا زنها در حضور مردها بهتر از مردها اراده و اختیار خویش را به دست می‌آورند و از من پرسید شما که هستید؟ این سوال برای این ادا می‌شد که زن بتواند بر هیجان خود غلبه کند و آرام بگیرد، وگرنه من متوجه بودم همانطور که من در قلب خود او را می‌شناسم، او هم در قلب خویش مرا می‌شناسد. خب زمان بیشتر از این به من اجازه نمیده که این کتاب زیبا رو برای شما بخونم
حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.